سلام رفقا، چطورید؟ من هستم توی چه مثلا باز اومدیم با یه چالش خفن. توی این ویدیو دو تا عکس از آدمای معروف که حالا مشهورن، بازیگرن، اینفلوئنسرن، تیک تاکرن، یوتیوبرن، میاد که قرار ما حدس بزنیم که کدومشون فالوورشون بیشتره. بدون هیچ معطلی میریم سراغ ادامه ویدیو، ولی یادتون نره که حتما لایک کنید، کامنت بذارید و کانال رو سابسکرایب کنید، اون زنگولم بزنید که هر موقع ویدیو میذارم با خبر بشه. قربونت برم. من بوست بدینم. بریم ادامه ویدیو. برو بریم. نفر بهتون نشون داده میشه و شما باید حدس بزنید که فالوور اینستاگرام کدومشون بیشتره. خب حسن ریوندی بیشتر یا دنیا جهانبخت؟ خب معلومه دنیا جهانبخت بیشتره با اون حاشیه‌ها و داستانایی که درست کرده تو اینستاگرام. دنیا جهانبخت. یس. حسن ریوندی 18 میلیون. دمت گرم بابا. حسن آقا میری، پریسا پورمشکی. پریسا پورمشکی به نظرم پریسا پورمشکی است، ولی حسن آقا میرم خیلی طرفدار داره. کم پریسا پورمشکی. حسن آقا میری 3 میلیون 700. حالا اختلاف کوچیکی دیگه، 200,000 نفر 200,000 نفر هم خیلیه. پوبون لیتو بزیلی. من میگم پوبون. خیلی طرفدار زیاد داره پوبون و اینکه خیلی ها دوستش دارن. ریدم. بزیلی زیاده. طرفدار بزیلی زیاده. تا اینجا هم همه رو اشتباه میگم. وحید شمسایی اسی پشنگ. من میگم اسی پشنگ چون جنجال زیادی به پا کرده. اسی پشنگ فالووراش بیشتر از وحید شمساییه، قهرمانان فوتسال ایران. بله واقعا اسطوره فوتسال ایران وحید شمسایی، کسی نمیشناسه و فالوور کمی داره. خب گرشا رضایی و سهیل سنگرزاده. من میگم سهیل سنگرزاده بیشتره فالووراش. آره درست. بله 400,000 تا اختلاف دارم با هم دیگه. خب محسن ابراهیم زاده، سالار عقیلی. سالار عقیلی طرفدار خودشو داده، ولی محسن ابراهیم زاده فکر کنم بیشتره، که 100% هم فکر کنم بیشتره. خیلی طرفدار داره. یس محسن ابراهیم زاده 3 میلیون 500. سالار عقیلی 1 میلیون. سردار آزمون حسین تویی. دیگه همه میدونیم دیگه، معلومه حسین تویی. برو ببینم. 8 میلیون. سروش صحت الناز قاسمی. میگم الناز قاسمی فالووراش بیشتره. آره یس 2 میلیون 600. خب علیرضا طلیسچی، احسان خواجه امیری. طلیسچی که میدونم 1 میلیونی شده، ولی فکر کنم از احسان خواجه امیری فالووراش بیشتره. آره کمتره. 2 میلیون 700 داره احسان خواجه امیری. ماشاءالله. سرنا امینی دیگه تموم شد رفت. سرنا امینی 6 میلیون خورده ای فکر کنم، اگه اشتباه نکنم. بله 6 میلیون 300 سرنا امینی. مهدی طارمی 3 میلیون 900. مهراد هیدن فالووراش بیشتره چون جنجال زیادی به پا کرده چند وقته. متاسفانه بیشتره. مهراد هیدن فکر کن چند سال داره تو موزیک زمان میکشه، از مهراد جم کمتر فالوورش. سارن ترلان پروانه. میگم سارن بیشتره. آره سارن
فکر کنم ترانه فرمان بیشتره. سارم بیشتره، درست گفتم. یس سارم بیشتره. خب لیلا بلوکات، محمد امین کریمپور. محمد امین کریمپور بدون شک یس مسلمه. تو وقتی واسه اینستاگرامت بیشتر وقت میذاری اونم رشد میده، پیج تو میاره تو رو بالا. حالا بازیگر کمتر واسه اینستاگرامشون وقت میذارن. بریم بعدی. خلسه زهرا زکریا. خلسه که یه مدت هم پیجش از دست خارج شده بود، هک شده بود، چی میدونم. یس او اختلافشون خیلی کمه. اختلافشون سر 6000 نفره. 6000 نفر 6000 نفر 6000 نفر 6000. آریا میگم بیشتره، ولی میام خیلی کم طرفدار نداره. خیلی نزدیکم فکر کنم. آریا بیشتره. میگم آریا بیشتره. گفتم اختلاف کمی دارم با هم دیگه فالووراشون. آریا بیشتره، درست گفتم. نیکا ندا یاسی. سخت شد. نیکا فکر کنم یه مدت پیجش از بین رفته بود. ندا یاسی بیشتره. الان خوب نیکا میگم بیشتره. بله بیشتره. نیکا زایدم شدیم. وریا غفوری، سید جلال حسینی. سید جلال آقا سید که خیلی لطف داره به ما و من پرسپولیسی هستم، دو وقت داره میره. وریا غفوری چون دخترها خیلی طرفدارشن. آره 100 نفر اختلافه. وریا غفوری. خب بدون شک پوتک، یعنی از هر کی سوال کنی میگه پوتک فالوورش بیشتره، با اینکه پیجشو نمیدونه. همه چی بستگی به فعالیتتون داره توی فضای مجازی. زر نزن بابا، این واسه کیه، این اون واسه کیه. پوتک الان زیاد میلیونی شده، نمیدونم شده مگه، نمیدونم. ربکا لیا نمیشناسمشون. 10 20 40 میکنیم. 10 20 40 50 60 70 80 90 100. هلیا بیشتره. ریدیم. اکثرا درست گفتم. خدای حدس ایران، سلطان حدس ایران تو کامنت ها بنویسید. سلطان حدس ایران فراموش نشه. هشتگ سلطان حدس یوتیوب، هشتگ سلطان حدس ایران. بچه یه چیز جالبی که وسطای مسابقه حالا به ذهنم رسیده بود می‌خواستم بهتون بگم، گفتم بینشون فاصله نیافته، پشت سر هم بذار آخر ویدیو بهتون میگم. یه زمانی یادمه اینستاگرام مثلا خیلی کم بودش تعداد کاربرای ایرانی. بعد ایرانی‌ها مثلا توش مثلا یارو به 1 میلیون مثلا به 500 تا رد میکرد، اصلا خیلی خفن بود. یعنی مثلا 100 تا بگم 100 کا فالوور میشد، خیلی خفن بود. چون اون موقع یه خورده کم بود، کمتر ایرانی‌ها تو اینستاگرام و این داستانا بودن. بعد کسی که 100 کا فالوور داشت مثلا خیلی خفن، مثلا میگفتیم این یارو چقدر شاخه، چقدر طرفدار داره. بعد 1 میلیونی اومد میگفتیم 1 میلیونی. اولین کسی که فکرم توی خواننده‌ها 1 میلیون شد تتلو بود، توی پیجش 1 میلیون شد که چند بار 1 میلیون شد پیجش پرید. چیز عادیه. مثلا سرنا امینی مثلا 6 میلیون و 500 نوش جونش، خیلی هم کارش درست و خیلی هم بجا فالوورش زیاده. اکثر خواننده‌ها بالای 2 میلیون 3 میلیون فالووراشون زیاده. امیدوارم که یه روزم یوتیوب فارسی اینجوری بشه که الانم داره جا میفته و طرفدارای یوتیوب فارسی دارن زیاد میشن، کامیونیتی داره خیلی خیلی بزرگتر میشه. یه زمانی توی یوتیوب فارسی هم همین یوتیوبرهای معروف هم آرزوشون این بود که مثلا 100,000 تایی بشن. الان 100,000 تا رو رد کردن، دارن 1 میلیونی میشن. و اینکه توی 1 میلیون شدن یوتیوب فارسی اینجا بیفته. دوستتون دارم. مرسی که چالش دوست داشتید. حتما لایک کنید، کامنت بذارید و چنل سابسکرایب کنید، اون زنگولم بزن که هر موقع ویدیو میذارم با خبر بشید. تا ویدیوی بعدی بوس بهتون. پیکس.